بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الشيخ شيخ الإسلام: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده. إنك ما درس خود را دوام میدیم از کتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد از آن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، شرح از آن شيخ صالح بن فوزانی حفظه الله تعالى است. می‌فرماید ولهما، یعنی و برای هر دو، یعنی این ضمیر اشاره به بخاری و مسلم است. در حدیث عتبان یک روایت دارند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: فإن الله حرم، حدیث دراز است، و درستی الله حرام گردانیده است بر آتش کسی را که گفته باشد لا اله الا الله. یعنی مراد از حرام گردانیده است، یعنی آتش منع کردگی است که در بدن آن شخص رسد که و گفته باشد لا اله الا الله، به شرطی که یبتغی بذلک وجه الله، با گفتن همین لا اله الا الله چرا درخواست داشته باشد؟ روی الله را درخواست داشته باشد. یعنی چخلی که به زبانش میگوید به قلب هم، یعنی که تصدیق کرده باشد، منافقه نکرده باشد. فهمیدید؟ شارح میفرماید عتبان هو عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. عتبان این نامی پرش عتبان بن مالك بن عمرو می باشد. عتبان بن مالك بن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم، از بني سالم بودست، ابن عوف، صحابی مشهور. در سال وفاتش تعیین است، در زمان خلافت معاویه وفات کرده است، یعنی هنگامی که معاویه ابن ابی سفیان ابن حرب هم خلاص در همون دوران خلیفگی معاویه وفات کرده است. ولهما أي روى البخاري ومسلم في صحيحيهما هذا الحديث بكماله وهذا طرف منه. یعنی بخاری مسلم در صحیحشان این حدیث را با پررگیش چیکار کردن؟ روایت کرده هستند، اما این باشد طرف من، یک طرفی، یک اندکی، گویم یک پارچه همون حدیثی دراز است. اگه نه حدیث چیه گفتیم دراز است. فهمیدین این حدیث چیه؟ خودش دراز آمده است. من مثلا نیکن حدیث دراز آمده. مفهوم؟ چی میگوید؟ میفرماید حرم علی النار التحریم المنع، یعنی مراد از تحریم چی بود است؟ منع کردن. ای منع النار ان تمسه، الله آتش منع کردگی است که وی را رسد. کی را؟ همون کسی را که لا اله الا الله را
گفتگی باشد و به همین روی الله را درخواست کردگی باشد. المعنى الاجماع نعم چیه؟ یبتغی بذلك وجه الله، یعنی با آن روی الله را درخواست کردگی باشد. ای مخلصا من قلبه و مات على ذلك، یعنی از قلبش چی؟ او را اخلاص کردگی باشد، خیلی خالص گفتگی باشد و به همین مردگی باشد. لم یقلها نفاقا، اینا از روی درویگی منافقه نگفتگی باشد. نه. المعنى الاجمالی للحديث، یعنی معنای خلاصوی از آنی برای این حدیثی که در این باب آمده است. خلاص ما یعنی که اساسا در باب دویم از کتاب توحید هستیم. باب دویم در باره چی بود؟ فضل التوحید و ما یکفر من الذنوب، فضیلت توحید و آن چیزی که گناه ها را چکار میکنند؟ مغفرت میکنند، میبخشد. شارح میفرماد ان رسول صلی الله علیه و علی آله و سلم یخبر خبرا مؤکدا ان من تلفظ بكلمة لا اله الا الله قاصدا ما تدل عليه من الإخلاص ونفي الشرك عاملا بذلك ظاهرا وباطنا ومات على تلك الحال لم تمسه النار يوم القيامة. یعنی رسول صلی الله علیه و آله و سلم خبر میدهد، یک خبری تاکیددار، خبری چی؟ مستحکم، که کسی کلمه لا اله الا الله را تلفظ کردگی باشد، مقصد یعنی قصد داشته باشد آنچه را که این کلمه دلالت میکند. مثلا این کلمه چرا دلالت میکند؟ یعنی که با اخلاص دلالت میکند و انکار شرک را دلالت میکند. همین کس در برابر تلفظ کردن لا اله الا الله با گفته این لا اله الا الله عمل کند، هم ظاهرانه هم باطناً، یعنی که درونش و بیرونش موافقت کند، نخلی که به زبونش دیگر چی گوده با درون دیگر منافقت کند. انا چنین کس بمیرد به ان همین حال آتش به اون نمیرسد در روز قیامت، یعنی که وارد دوزخ نمیشد، گرچند شبت هم که ابدی در اونجا چی نمیماند. مناسبت الحديث للباب، اکنون مناسبت این حدیث نسبت همین باب، یعنی این حدیث به این باب چی مناسبت دارد؟ ان فيه دلاله واضحه على فضل التوحید، در این حدیث دلیل روشن است به بزرگی و برتری توحید. هم خلاصه و انه یوجب لمن مات عليه النجاة من النار و تکفیر السیئات. فهمیدید؟ یعنی توحید موجب، یعنی که واجب میگرداند برای کسی که به همین توحید مردگی باشد. چرا واجب میگرداند؟ یا که سبب میشود نجات از دوزخ را و آمرزش گناهان را. فهمیدید؟ یعنی کسی به توحید میره، الله سبحانه و تعالی گناهاش مغفرت میکند و او را از دوزخ چیکار میکند؟ نجاتش میکند، خلاصش میکند. نه. ما یستفاد من الحدیث، اون فایده هایی را که از حدیث گرفته میشود از این حدیثی اتبان ابن مالک ابن عمرو ابن العجلان الانصاری. یکم فضل التوحید و انه ينقذ من النار و يكفر الخطايا. فضیلت توحید. از این حدیث چی فایده گرفتیم؟ برتری و بزرگی توحید، که توحید از آتش نگه می داشته است، خلاص می کرده، نجات می دهد و گناه ها را، خطاگی ها را چکار می بخشد، یکفر. دویم فایده انه لا یکفی فی الایمان النطق من غیر اعتقاد القلب که حال المنافقین. دویم خلاصه یا که فایده از این حدیث از آن عبارت بوده است که در ایمان کفایت نمی کند فقط نطق کردن این کلمه بدون اینکه در قلب اعتقاد داشته باشد. و مانند حالی منافقان به زبان میگویند ولی در قلبشون چه دیگر چی مقصد دارند. سوم فایده انه لا یکفی فی الایمان الاعتقاد من غیر النطق. کفایت نمی کند در ایمان اعتقاد، یعنی در قلبش اعتقاد داشته باشد ورد زبان نکند، مانند حالی جاحدین، انکار کننده ها. بسیار کافران بودند که میدونستند حقانیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در قلبشون نقض میدونستند،
فهمیدید؟ تصدیق میکنه لیکن ورد زبان نمیکردن، چیزی نمیمونه ها رو گفتن. فهمیدید؟ چهارم فایده تحریم النار على اهل التوحید الكامل. آتش دیدی شیخ قید میکنه حرام بود از آتش به اهل توحید کامل، یعنی کسی که اهل توحید پره باشن در مد اول و یا به جنت داخل میشن، از دوزخ خلاص میشن. اگر توحیدش نقصاندار باشه موافق با حدیثای گذشته، لیکن اهل توحید است نقصاندار باشد الله سبحانه و تعالی میتوند برای چیکارش کند؟ یکی یک بار خلاصش کند یا که چیکارش کند به مدتی معینه در آتش دوزخ میسوزد و عذاب میکشد و در آخر او را الله تعالی به جنت داخلش میگرداند. نه. پنجم ان العمل لا ينفع الا اذا كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. پنجم فایده حدیث از آن عبارت بود است که عمل فایده نمی بخشد مگر همون وقت فایده می بخشد که خالص برای الله باشد و موافق به نشاندادی یا که گویم موافق به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. زیرا اینکه این دو شرط قبول عمل می باشد. فهمیدید؟ شرط قبول عمل، شرط قبول عبادت. ششم فائده ان من قال لا اله الا الله وهو يدعو غير الله لم تنفعه كحال عباد القبور اليوم يقولون لا اله الا الله وهم يدعون الموتى ويتقربون اليهم. ششم فائده این حدیث از آن عبارت است که کسی گوید لا اله الا الله را و در برابری گفتن این غیر الله را عبادت کنند این فایده نمی بخشد. یعنی لا اله الا الله به او سود و فایده نمی بخشد، مانند حالی قبر پرست های امروزه خیلی که اینا هم لا اله الا الله میگویند و در برابری گفتن این چیکار میکنند؟ مرده ها را عبادت میکنند و به اونها قربت و دیگر نظر و نیاز میکنند. آمیده. هفتم آخرون فایده این حدیث از آن عبارت است که اثبات الوجه لله تعالی على ما یلیق بجلاله و عظمته، ثبوت یا که اثبات یا که ثبوت کردن روی را برای الله سبحانه و تعالی. الله تعالی دارای روی بوده است، یعنی الله روی داشته است. چه خیلی است؟ معلوم نیست. چه خیلی که لایق است به بزرگو و عظمت خودش. فهمیدی؟ یعنی معنای روی معلوم است، فهمیدی؟ اما کیفیتش چی؟ مجهول نامعلوم است. درباره کیفیت پرسیدن چه؟ بدعت. شیخ امام مالک گفتن که الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعه. ما همین یعنی که با آخر رسید درس امروزی ما از کتاب الملخص فی شرح کتاب التوحید و صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.